بعضا وقتی میشد که شهروندان این یا اون کشوری که مزار فدراسیون روسیه هستن از خودی نهادهای کارهای داخلی یعنی ارگانهای داخلی کارهای داخلی روسیه شکایت میکنن، در حالی که در قانونهای فدراسیون روسیه و خوبی و بروشن درج میشد که اینجا یک دولت دموکراسی است، اینجا هر یک شهروندی هر یک کشوری که از دیگر گوشه دنیا در اینجا مسئله سکونت میکنن آزاد هستند و میتونن از قانون روسیه استفاده برن و زندگی پیش برن. اما باعث تاسف است، بسیار عجیب است که قسمت شهروندان بخصوص از تاجیکستان و ازبکستان و قسمت کشور آسیا میانه قریب هر روز زیر لط و کوب ارگانهای کارهای داخلی روسیه میدونن که نمیدونن برای چی باشن. یعنی که امروز نزد ما یک دوستی عزیز شهروند تاجیکستان او را از دولت نور فرموده هستند. این کسان خودشون راننده هستند و هر چیز میگه سخن از دهان لقمه خوش است، ما امروز خودشون صحبت نکنیم. که روز دولت خود چی شد به شما؟ سلام علیکم. ما می وقتی کور بودیم ای کورم مقدم موشین وقتی کور موشین بوده است من ایواکواتر کور میکنم автосервис автосалону موشین میکشیدم. امی نرسیدن امی یاراسلاو شاسه امی پپیسنیک اومد قبید مرا کرد. قبیده داکومنت رو پروژه کرد ما همش دادیم. گفت که موشین همجا میپرتویی قدیما میری. گفتم این موشین در برای موشین من جواب میدم. این بالودا 1 میلیون موشین بود. автосалон من پرتوفتن نمیتونم. برای من اتشاد میکنیم. برای من اگر ممکن باشه موشین یا جوی بریم. تا عقفش رای کرد رفتیم. اونجا که رسیدیم ما دلیل نست. گفت که موشین همجا مون. من گفتم من موشین اینجا مونده نمیتونم. برای که موشین برگردانی من است. یگان служебный автостоянка که باشه مونم یگان سلوک نشود. گفت که همجا میمونی قدیما میریم. مرا تله کرد دل دروارد. ما 2 نفر بودیم. رفیقم بوترکه قطع بودیم. بوترجون ارتکوف. هر دو مرا دروارد و پیش دوجورکه موند. دوجورنی مرا هر دوش درون دروارد دل نکامد. درام محکم کرد. بعد همیشه مرا یکم همی 2 کس بود. یا ترزد دوشون. دست روز دوشونده. بعد دویمش زد. بعدی وای ما غلطی دام نمیتونم چه غلطی داشتیم 2-3 بار شتکش کرد. بعد من هوش رفته بودم. وایو ای ترش مرا خیزونده گفت که اجازه خیز من خستم. بعد گفت که اجازه تو گوش کن تو اجازه ما گپ میزنیم تو جواب میدی تو اجازه هیچ کی نیستی. مرا گفت که اگر یگان جدا جالب میکنی یگان کاستا گپ میزنی ما تو همیشه میکشیم میبریم لیسته گول میکنیم. من راستیگه ترسیم نمیدونم چخیل هر گوشم کار بود همه خیلی سستنده بودم که ایوی همی ترسیدم راستیگه. بعد من گفتم ممکن باشه یگان استکان آب بیارد. من نشون گفت که ممکن نیست. رفیقم فریاد کرد. گفتم اگر ماشین ده ولی 2 تبلیت که بود بیارد التماس کردم. گفت که تو همجا میستی و میراد میبیارد. و رفیقم رفت تبلیت کرد. این ماشین های کشف آمد. گفت که حاضر همجا بیستید. شما میبروید شما را پرویوت میکنن داکومنتتون پرویوت کرد. اگر نرمال نباشه جواب میدی. اگر نرمال نباشه دیپورتاسیون میکنه. گفتم من همه پرویوت کنه همش نرمال. 2 ساعت پس پرویوت کرد پرویر که همش خوشرو بود. جواب داد مرا صورت گرفت همش پرویر کرد. گفت که شما همه نرمال جواب داد. ما رفتیم. من سراز جواب داد که رامادان عدلیه سراز زنگ زدم برای که من زنچان حجاینم زنچان گیای کار میکنم. کارکنم میکنم. گفتم من خیلی آدم شدگی من مزن نیست. لوش باشه بیارید یگان شافر رو بشونید من کار کردن نمیتونم. وای کس یک بچه را آورد ماشین شون مرا خانه آورده پرتاب. بعد همین من 12 روز خواه رفتم تمپراتورا. بعدی 12 روز ایگوش رستم خون اومد. خون زخم اومد. 3 روز شخواه کردن ندانستم. 6 روز خون اومد. سکور فریاد کرد بانیستا خواه. 10 روز من بانیستا خواه رفتم.
دست گوشم پرداش کفیدگی بودای اکسپرتیزه کرد همه گذاشتیم بعد درس پس گفت که آوازی نکوی تو شد جواب داد خانه آمدن 20 روز پس مرا ادلین فرود کرد برای که بالینسیده میلیسه اومدگی بود همشه نویس کردگی بود تا 20 روز پس میلیسه فرود کرد بالینسیده رفتیم ما همین خوجایین قطعی رفتیم که برای که باید کورکو ارگنای قطعیش رفتیم یا بودشه پرداشه بود که توقنه رو هر دون میریم اونجا بعد مرا باید دید که ما همین کورکن ارگان خط اومدگیم خودم توقنه هستیم گفت که این روز بیو پگر بیو یا مو گذاشت یا مو پس گفت که روید گوشو روید موش کور کردیم باید دستتون چی بیوی همین را بکنید تمام دیگه ما را قبول نکرد بعد مراجعت کردیم پرکراتور را همین لسان استاس کردیم پرکراتور رفتیم همینجا عرضه نویستیم دادیم بعدی باید قاید کردیم سو کردیم سسه گیرید 3 ماه گذشت 3 ماه پس 27 همین 2 روز پیش ما را فایلوت کرد ادلین هم دست نوست که وجود زادگی همینجا رفتیم با همین نشر نقاط خوجه نقاط رفتیم با قبول کرد رو اومدیم گفت که ای طرف پرکراتورا همه شب پرویرکه کردگی شما را یون که زدگی نیست شما را یون این گپوی تومد بود ما را ایجا بروارد یک کاغذ بروارد خودشون پیچت کردگی هم معدل داد دست ما بود من گفتم دست نمیدونم گفت که دست ما بعد برای گوشو میری جالب رو آمدیم بعد نمیدونیم گوشو بریم با همین ما یک کارو مسافر داریم نخواستم که همین ترکور نیست برای که ما فهمیدیم میلیسه خانهش رفتیم یا ما دویدیم 4 ماه دیگه پرکراتورش دویدیم هیچ کار عاقبتش نشد ما گفتم ترکور نیست وای کورکین ارگان بود میلیسه مایور بود که ساتون زنمچه نگهی این بطالیون گفت که این کارهای خیلی نمیمونیم بعد همین آدرس شما رو من یافتای من نمیدونم استویجه دا کرامت شریف همین یوردم برای صوفی رو رنده همیشه آدرسش داد گفت که هم خیلی زن من زن زدم گفت که اکی کرامت شریف گفت که اگر بیو با آمدیم ای شما التماس میکنیم اگر ایلاج باشه اگر یوردم کنید من بیندو که شنیدید این دردی هست شاید 10,000 یا که 100,000 یک نفری که من بود با 100 میگیرید این حدیث ها میتونن هر وقت شدن در هر کوچه و شهرهای روسیه در بازار و در هر رستوری که امروز مثلا روسیه هستن نسبت به مهاجران ترجیک نمیدونم برای چی باشد ملتی که تاریخ خیلی بزرگ داره ملتی که مدنیت خیلی بزرگ داره مردمی که نسبت به مردم دیگر مناسبت بسیار خوب دارن و از خودشون صفات خوبی انسان نشون میدن در روسیه من منظورم که از کشورهای آسیا مرکزی آسیا میونه همون ازبکستان و قزاقستان و ترکمنستان و تاجیکستان منظور اوناست خب اگر مطابق قوانین روسیه نظر کنیم که امروز هر یک شهروند کشورهای دیگر اینجا آزاد صحبت کنند پس این آیا چی باشد و دومین چیز اگر امروز یک شهروند روسیه در کشورهای دیگر در زیر و عذاب و عقوبت یعنی صورت بگیرد تمامی از سفارت ها و از کنسولخانه‌های تمام روسیه استفاده میشن تمام دیپلمات‌های روسیه استفاده میشن تمام هیئت ژورنالیستان استفاده میشن که شهروندی خودشون رو باید کسی نرسد و باید کسی چیزی از عقوبت نکنن پس آیا به این شهروندان که صاحب میشته باشن آره فقط اینجا جا همینجا هست این در کجاست اینجا در جنبش جمعیت مهاجران ملتی تاجیک با سروری جناب رئیس کرامت بقایویچ شریپوف این دوستی از این امروز اینجا هستن از اینجا مقصد اوجت‌های لازمه رو از اینجا نوشتن گرفتن و از این بعد خود جنبش و خودش یک مثلا چیز قرار داده است که حتما این چیز تا آخر خواهد بود و عریضه شکایتی او از دولت نورف همشهری عزیزی ما حتما در سطح لازمه دیده خواهد شد و استاد جواب خواهد گرفت و از این جریان صحبت امروز استاد کردیم هر چی سببی که یا که مقصد نتیجه که می شود ما حتما شما را در جریان خواهیم